تحولاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. درود. امروز 9 می این موضوع ها را دارد. عید غلبه در تاجیکستان. راهپیمایی بحث برانگیز پولک جاویدان با شرکت افراد زیاد و آرام گذشت. ما همه در شوروی تولید شدیم. همه اینمی آدم و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون را دریغ نکردند، اشتراک کردند در جنگ. واکنش مقامات با اعتراض صاحبکاران بازار شهری توس 3 نفره که از عمل کارمندان انداز شکایت کردند مورد تحقیق قرار دارند. و حکمی که به بحث 13 ساله خاتمه داد در حالی که نظر یک طرفی ماجرا دسترس نیست، جانب دیگری آن از تنطنه عدالت سخن میگوید. عدالت برپا شد. سودیای سودیالی حقیقت را روی او برآورد. امروز در پایتخت تاجیکستان 74مین سالگرد روز غلبه را با تنطنه تجلیل کردند. صبح بر وقت پرد و یا گشت نظامی برگزار شد. امسال مقامات تاجیکستان به راهپیمایی پولک جاویدان که در چند سال اخیر بحث برانگیز بود اجازه دادند. مولا رجب یوسفی و شادمانی یتیم گزارش میدهند که اکثر شرکت داران عکس‌های گذشتگان، پرچم‌های تاجیکستان و روسیه و شعار و پرچم‌های زمانی شوروی را در دست داشتند. راهپیمایی پولک ابدی امسال با اجازه رسمی مقامات برگزار شد و اشتراکچیان نیز از سالهای پیش زیادتر بودند. بعد از انجام پرد حربی در باغ غلبه با اشتراک رئیس جمهور تاجیکستان صدها نفر در دست عکس و پرچم‌های سرخ سوی آتش جاویدان راه پیمودند. Это память, это самое малое, что мы можем сделать для них. این خاطره است. این کاری ناچیزی است که ما در حق آنها میکنیم. جای بحث نیست. تا جایی که ما از والدانمان شنیدیم کارنامه‌های زیادی کردند و هم از صلح آوردند. Это дань, то, что они сделали в свое время, не побоялись и мир дали всем. برخی به خاطر گرامی داشتی کارنامه‌های بابایش به اینجا آمده باشد. میرشکر علیمشویف که بابایش اشتراکچی جنگ نبود، برای سابق وطنش خواست پرچم سرخ را در این روز پرافشان کند. نه، از بابای من متاسفانه در جنگ اشتراک کرده نیستم. بابای خودم اشتراک کرده نیستم. یعنی شما وقتی که خب اون باباتون اشتراک کرد چی چیز وادار کرد که پرچم شوروی رو براش اینجا بیاره؟ این غلبه هست که ما همه در شوروی تولید شدیم. همه اینمی آدم و ویتران ها همش به خاطر وطن شوروی جانشون را دریغ نکردند، اشتراک کردند در جنگ. برای همین برای ما همچون این چیزی مقدس است در برابر پرچم دولتی. راهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان طرفداران و مخالفان خود را دارد. طرفداران این کار میگویند هدف از آن تنها پاس خاطر گذشتگانش است که در جنگ بزرگ وطنی قهرمانی نشان دادند. اما مخالفین این کار میگویند برگزاری راهپیمایی پولک ابدی که توجه به شوروی را بیدار میکند ضرورت ندارد. من سالهای اخیر دانستن میخواهم که چگونه به این آزادی دست مییابم. آزادی به مهنت، حقوق به آموزش، به طبابت، به استراحت و زمان شوروی را به خاطر آورده روی راست میگویم که این گونه آزادی به من لازم نیست. مقامات تاجیک در حال برای گذراندن این راهپیمایی اجازه می‌دهند که در چند کشور دیگر سابق شوروی برگزاری آن اجازه داده نشد. در 2 سال گذشته راهپیمایی بسمرن پولک را در دوشنبه رسما اجازه ندادند. مقامات گفته بودند عکس و پورترت‌های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان‌ها برآمدن خلاف ارزش‌های اسلامی است. آن زمان نیز راهپیمایی برگزار گشته بود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. مقامات نسبت به 3 صاحبکار بازار مرکزی نویه شهری توس پرونده باز کردند. این افراد هفته گذشته از عمل کارمندان ناظرات انداز اعتراض کرده بودند. کرامت الله شیخов، مهربان شاهبورینова و مولوده حییتova با آن ابدار می شوند که ترتیبات جمعیتی را ویران کردند و نسبت کارمندان انداز دغلی نمودند. روز 6 می نوار دسترسی رادیو آزادی شد که در آن گروهی از تغییر شکل اندازسپاری اعتراض میکنند. یک مقام نویه شهری توس گفت که پرونده
آقای کرامت‌الله شیخов در دادگاه بررسی می شود و نسبت به این دو زن صاحبکار تفتیش ادامه دارد. رئیس اداره نظارت انداز نویه میگوید اعتراض صاحبکاران منطق نداشت. حالا نظر صاحبکارانی که نسبتشان پرونده با شده از دسترس نیست. در بازار مرکزی نویه شهر توس 754 صاحبکار به تجارت مشغول بوده. به گفته مقامات تنها 70 نفر آنها شهادتنامه صاحبکاری می‌سپارند. دیروز در مرکز کابل طالبان سلاح به دست قرارگاه یک سازمان بین‌المللی خیریه را مورد حمله قرار دادند. به قول سخنگوی وزارت کارهای داخلی در پی حمله مرگبار مقاومت مسلحانه این گروه با نیروهای امنیتی افغانستان طول چند ساعت ادامه کرد. در نتیجه نیروهای امنیتی 5 سلاح به دست را به قتل رساندند. تفصیلات از کیومرسیاتا. بر اثر حمله به یک مؤسسه بین المللی خیریه در کابل کمش 9 نفر کشته و 25 کس دیگر جراحت برداشتند. حمله به قرارگاه سازمان کاونترپارت اینترنشنال که با اگنتی رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا همکاری میکند بعد بمبگذاری مرگ طلبانه در نزد درآمدگاه این سازمان به وقوع پیوسته است. وزارت امور داخلی افغانستان اطلاع می‌دهد که در مکان حمله یک ماشین دیگر را خنثی نموده کمش 200 نفر را به مکان امن انتقال دادند. فجار شد، خاکباد شد، چرا آمد، مجد چرا زد، پارک چرا زد، پشت سر از دیگه هم فجار شد، باز خاکباد شد. دیگه تا نیروهای امنیتی آمدن نگذارن فجارات کم شد. در اثر حادثات دیروز همینطوری که در کوچه صورت گرفت برای دکان‌های ما زیانهای مالی رسیده. شکر خدا که ما زیانهای جانی نداریم. کسی از همسایه و دوستای ما زخمی کشته نشدند. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل این حمله مرگبار را که در ماه شریف رمضان به وقوع پیوسته است با لحن شدید محکوم کردند. بینندگان عزیز یادآور میشم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را خواهیم پرسید. کوپارا هرچند با سرعت ضمناً گزارشی که حالا تقدیمتان می‌گردد در اساس مراجعت کاربران آزادی ویدیو تهیه شده است. نزدیک نیم ماه می‌شود ساکنان جماعت در شهر وحدت در حالت ترس قرار دارند. نگرانی آنها از لغزش کوهپاره است که الکی زمین‌های کشتشان را خراب کرده و هم به آب آشامیدنی گذاشته است. بعضی از ساکنان مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند تا از فوجیه احتمالی امین بمانند. زرانگیز نوروزشاه و رادیو صوفی به این جماعت رفتند. تقریبا 10 روز قبل آب این جوی از زیر همین بلندی که حالا ما قرار داریم میگذشت و حدوداً 10 دهه را با آب آشامیدنی و زمین‌های کشاورزی را با آب تامین میکرد. لغزش کوپاره از بلندی 1 کیلومتر در دهه شیرآباد 2 ناحیه وحدت پیش راه این جوی را گرفت و مردم پایان‌آب به آب ماندند و زمین‌های کشاورزی آنها هم خراب شد. ساکنان محلی میگویند حرکت لغزش کوهپاره هرچند با سرعت نبود اما پردهشت به نظر می رسید، زیرا تقریبا 1 کیلومتر طول و 200 متر پهنایی داشته هر روز تقریبا 3-4 متر به پایین جانب کشتزار ساکنان و دهه حرکت میکرد و از خود آثاری ویرانه میماند. یک شب اومدیم اینجا یا بیرقچه زدیم یا بعدش ساعت 3 شب اومدیم که نیست چقیده اینجا بوق بود خواسته یکم درخت پرختش دیگه شخه کنده آورد. زمین کف سیم درود که در حسابی نیستند خوک میشن. ساکنان مقامات را از این حادثه آگاه کردند. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده محل ریزش کوهپاره را آموخته به ساکنان دهه که تقریبا 500 متر از محل حادثه دور زندگی میکنند برای یک مدت ترک کردن منزل زیستشان را توصیه داده است. همچنین اومده گفتن که برای خاک ایبالو حاضرنه که برآمدنم شرطه یا اینولی دارم در خانه به خدا گرفتم همون اینولی در برآمدم خانه خواهرم رفتم 8 روز ای خانه به خانه شدیم. پوره‌های لغزیده کوه بر اضافه بستن مجرای جوی اصلی آبرسانی این محله ها کشتزار تعدادی از ساکنان را که تقریبا رسیده بود زیر خاک کرده است. اینم تیم نمو ادیره اینم خمیدگی همش اینم تو تپه بالا بره میترسی
86 соти خرید. وجود گندم، کارتشکای، پیاز، لوبی سرخ کردگ. کیلوش 10 سوم خریدم که همین زندگی برام. این همه خیلی دیگه چیکار میکنم؟ تای خاک مونده. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده علت ریزش کوهپاره را بارشات زیادی باران عنوان کردند، اما مقامات محلی به ساکنان گفتند که تا زمانی از حرکت بازماندن کوهپاره در مورد برقرار کردن جوی آبرسانی این دهات کاری کرده نمیتوانند. کارتوشکای ما به آب ماند و این برای ما ضرر است. من اونجا جگوری مکه کوریدم، جگوری ما به آب ماند نرومد. این همش راسخوتای این همش برای ما ضرر است و در برابر این در این حالت گرمی چاروای ما تلف یافتن ممکن است از بی آبی. ساکنان محلی که در پی مشاهده دائمی حرکت کوهپاره هستند میگویند تا 2 روز اخیر کوهپاره از لغزش باز مانده است، اما آنها از آن نگرانند که اگر باران‌های سیل ادامه کند شاید کوهپاره دوباره به حرکت درآمده عمیق‌تر به کشتزار ساکنان وارد شود و به منزل آنها هم تهدیدی بیشتر کند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 مای با صدور حلنامه خود به یک بحث نقطه گذاشت که سالیان دراز ادامه داشت. هنوز ماه پیش عمر علی سعیدов به همکاران ما صندوق پر از عریضه و مکتوب‌هایش را نشان داد که در 13 سال اخیر به مقامات نوشته است. سرسانی این ساکن دوشنبه در پس در مقامداران تاجیک بعد آن آغاز یافت که همسر دوم برادرش خانه آنها را همچون میراثی شوهر از خود نموده است. شالوی عبدالله میگوید بعد حکم دادگاه عالی این قهرمانی گزارش رادیوی آزادی این مرد بعد از 13 سال مبارزه برای عدالت در دادگاه پیروز شد. برای خانه هوای خودم دعوا کردم. همین روز در سود عالی عدالت برپا شد. سودیای سود عالی حقیقت را روی او برآورد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 8 مای تعیینات دادگاه شهر دوشنبه در مورد بحث منزل میان عمر علی سعیدов و نباتای رسولova را بیکار کرد. بر اساس حلنامه دادگاه عالی منزل زیست به عمر علی سعیدов برگردانیده شد. من آمدم پیش رئیس سود عالی در آمدم شکایت کردم که حلنامه نطقی تعیینات غیرقانونی برآورد. شیر محمد شاهیان رئیس کلیگ سود عالی فرمان داد که گیره در چارچوب قانون حل کنه. بحث دادگاهی و مراجعت‌های پی در پی عمر علی سعیدов به مقامات بعد آن آغاز یافت که همسر دوم برادرش خانه آنها را همچون میراثی شوهر از خود نمود. نامه و حلنامه‌های سود خانه زیستی او را پر کرده بودند. این حلنامه‌های دادگاهی گاه به فایده او و گاهی برعکس بود. بعد از نشر مطلب در رادیوی آزادی حق به حقدار رسید. 13 سال 37 سالم که زنم من غلبه میکنم برای که خدای تعالی آدمی با صبر نغز میبیند. تلاش‌های ما برای پیدا کردن همسر دومی برادر عمر علی سعیدov نتیجه نداد. از این خانه بحثی که در کوچه افضلی پایتخت قرار دارد کسی حاضر نشد در را باز کند. عمر علی سعیدov خرسند است که بعد 13 سال به خانه برمیگردد. رادیو آزادی هنوز هم منتظر نظر جانب دیگری بحث بوده آماده است که آن را نشر کند. ضمناً بحث میراث و منزل در دادگاه‌های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد شده به معمول‌ترین دعواها تبدیل می‌شود. کارشناسان دانش حقوقی نداشتن ساکنان را سبب چنین ماجراها می‌دانند. آنها میگویند ضرور است که چنین موضوعها طریق صدا و سیما به بحث عموم کشیده شوند. در این صورت مردم عادت می‌کنند که از راه مدنی و حقوقی به مسئله میراث و منزل مناسبت کنند. و روز 8 مای در یک برنامه مستقیم تلویزیونی پرزیدنت فیلیپین رودریگو دوترته و یاورش کوشش کردند که یک نانخوراک و یا سوسکی از این جثه را از تن رهبری فیلیپینی دور کنند. دوترته با تعریف و توصیف نامزدهای حزب حاکم برای انتخابات سنا مشغول بود، ولی به ناگاه در کتف چپش نانخوراک پیدا شد. رهبر 74 ساله شوخی آمیز گفت که این نانخوراک را حزبای مخالفین در کتف او جای دادند. تا را خنده فرا گرفت، ولی دوترته زود به حال کاری برگشت، پیام 2 ساعتش را ادامه داد و این حادثه را دیگر به یاد نآورد. و بینندگان عزیز، برنامه امروز را با این مطلب پایان میبریم. اگر میخواد گزارش‌های بیشتر از این را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب ابونه شوید. اخبار تازه ترین تاجیکستان و جهان در وبسایت رادیوی آزادی دسترس است. فردا صبح بر وقت تماشای نوید بامدادی را از یاد نبرید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.